میدونستی جی تی ای 4 رو بیشتر روش وقت گذاشتن و میشه گفتش که جی تی ای 5 خیلی بهتره؟ توی جی تی ای 5 نمیتونی ازش غذایی بخری، نه کسی هست که بهت غذا بفروشه. اما توی جی تی ای 4 هم کسی هست بهت غذا بفروشه، هم غذا رو میگیری دستت تو خیلی طبیعی غذا رو میخوری مثل آدم واقعی. توی جی تی ای 5 نمیتونی چیزی از زمین برداری یا حتی تکونش بدی، اما توی جی تی ای 4 میتونی هر آبجکتی که روی زمین دیدی رو برداری و به هر طرفی که دلت میخواد پرتابش کنی. توی جی تی ای وی نمیتونی بری داخل هاسپیتال چون درش بسته است، اما توی جی تی ای 4 خیلی راحت میتونی بری تو هاسپیتال هر جایی که بخوای بگردی، هر دری رو دلت بخواد باز کنی، حتی میتونی نوشابه برای خودت بخری بخوری. جی تی ای 5 اگه ام پی سی رو شروع کنن به زدن، پلیس اصلا اهمیتی نمیده، انگار که توی شهروند بی‌ارزشی. اما توی جی تی ای 4 اگه ام پی سی شروع کنه به زدن، پلیس سریع ریاکشن نشون میده و اونو ارست میکنه و با خودش میبره. توی جی تی ای 5 اگه با هلیکوپتر بشینی رو زمین، زیاد گرد و خاک به پا نمیشه و زیاد طبیعی نیست. اما توی جی تی ای 4 با اینکه نسخه قبلیشه، گرد و خاک بلند میشه و خیلی طبیعی تر به نظر میرسه. پس به این نتیجه میرسیم که جی تی ای 4 خیلی واقعی تر از جی تی ای 5.